یه نفس عطر چهار باغتونو به ما بدین. شما دارین برنامه چهارباغ رو نگاه میکنید، اما در صدا سیمای اصفهان چند چهارباغ داریم. یعنی ما توی رادیو هم یک چهارباغ داریم که از قضا خیلی هم گل کرده، مردم دوستش دارن، خلاصه گرفته. و الان مجریهای بسیار خوب و خوش صداش لطف کردن حضور دارن و قرار باهاشون صحبت بکنیم. خانم سلیمی رو که نگه داشتیم، خانم توسلیان عزیز، آقای معین وصال بزرگوار و آقای مرادی. خیلی خوش آمدید. سلام بفرمایید. خیلی متشکرم. سلام. از بزرگتر رو شروع بله. خواهش خانم ها مقدما، مخصوصا اگر خانم توسلیان باشه. قربون شما، خیلی ممنون. معاشران، گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید. حضور مجلس انس است و دوستان جمعند، و این یکاد بخوانید و در فراز کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام، من راحله توسلیان هستم. برنامه چهارباغ رادیو اصفهان رو گویندگی میکنم. حداقل به این بهانه دعوت شدم. قرار هست که ما خودمون رو معرفی بکنیم. من از سال 75 وارد صدا و سیما شدم. کارم رو از رادیو شروع کردم. اول گزارشگری، بعد گویندگی، بعد گوینده پخش تلویزیون، و در سال 77 ازدواج کردم و خلاصه به خاطر که همسرم شغلشون اهواز بود مهاجرت کردیم اهواز. 5 سالی هم اونجا مجری برنامه شبانه مرکز خوزستان بودم. خانم یه دوری زدین مراکز. بله، حالا هنوز مونده خانم. بعد کار کردن توی مراکز مختلف، ببخشید کلامتون قطع شد، فرق داره با هم دیگه؟ یکم حالا هواش. منم یه دوری زدم. بله. آره. حالا من میگم مونده. برگشتم اصفهان و دوباره کارم و اصفهان شروع کردم سال 82 و بعد همزمان شبکه جهانی جام جم که برای ایرانیان خارج از کشور برنامه داشت. مجری برنامه زنده خانه مهر بودم که 3 بخش پزشکی، هنری و آشپزی داشت. بله. و خب حالا دیگه همزمانم بعدش فوق لیسانس هم از دانشگاه صدا و سیما گرفتم در رشته مدیریت رسانه و دیگه خلاصه کارهای مختلف. حتی یه مدتی در واحد نظارت و ارزیابی کار میکردم. اون موقع شما سیمای شهر بودیم. بله. و من برنامه‌های شما رو ارزیابی میکردم. چه حافظه‌ای داری؟ بله. و دیگه حالا فعلا چون بچه دار هم شدم ترجیح دادم که کارم رو معطوف کنم به همین رادیو که خونه اول من بوده. برنامه چهارباغ، برنامه ناجوان، برنامه پزشکی شما بپرسید و مسیر سلامت. و خانم تو هر برنامه میری میگیره، چرا؟ اختیار داریم. محبت شما. زنده باشید. قربون محبتتون. خواهش می‌کنم. اجرا توی رادیو با سیما چقدر متفاوته خانم توسلیان؟ من بگم. آره. ببینید خب واقعا تفاوتاش که زیاده. حالا شاید خیلی ها هم بدونن. ببینید تصویر برای خودش ابزاریه. نور، تمام افکت هایی که تصویر ایجاد میکنه میتونه پیام رو به بیننده منتقل کنه و کمک کنه به اجرا. بله. ولی توی رادیو نه، تنها ابزاری که داریم برای انتقال پیام فقط صدا هست. و این صداست که باید تمام منظور رو برسونه، مخاطب رو جذب کنه، نگه داره پای برنامه. شما باید شدت صدا، لحن صدا و اصلا باید جان بدی به کلمه. بله. اگر نباشه نمیشه. درسته. و همین حالت تخیل پذیری رادیو و اینکه رادیو یک حالت این هستش که تخیل و تصور رو تقویت میکنه، کار خیلی خوبیه برای رادیو و برای مخاطب که راحت میتونه اون چیزی که دوست داره تجسم کنه. ولی کار گوینده رو سخت‌تر میکنه از این جهت که تو باید آن چیزی که مخاطب دوست داره براش تصویر بسازی. بله. فقط با صدا. بله. فقط با کلمه. یعنی همه حست، افکارت، اندیشه‌هات همه باید توی صدا باشه. بله. خانم شما چه آشپزی خوبه؟ من آشپزی خیلی دوست دارم. خیلی دوست دارم. بعد نیست دقت کنم، عشق بدم خوبه. تازه حالا من که هیچی خانم، من یه پسر 10 ساله دارم. اون چه آشپزیه. جدی؟ تدوین میکنه، نمیدونم خیلی آشپزی خودش میکنه. اینه که شاید از مامانش یاد درسته. اصلا خیلی برای ما میگن. فکر کنم بهتر از مامانش خدا حفظشون بکنه. آقا یه خاطره زیبا، جذاب، بامزه دارین خانم
از این همه سال شیرازی هستین دیگه. من متولد شیرازم، بزرگ شده شیراز تا 18 سالگی استان فارس، ولی اصالت نائینی هستم، یعنی من پشت فامیلیم هم نائینیه. آها. و خب یه سری خانواده شیرازن، یه سری خانواده اصفهانن، نمیدونم ایرانی هم یکی از دیگه. تکه کلاماتون رو بگیم به لهجه شیرازی. تکی کلام به لهجه شیرازی چیه؟ ها ها. اصلا با لهجه صحبت میکنی؟ نه بلدم، ولی نه اینکه حرف بزنیم، چون من تو خانواده مثلا مادرم هم بی لهجه ولی توی رادیو از این شیطنت ها میکنی؟ بله، اگه مثلا پیام میفرستن از شیراز، از جهرم بگم، چون من جهرم هم زندگی کردم. جهرم یه شهر بسیار قشنگه، شهر مرکبات، خرما و خلاصه بهار نارنج و همه این زیبایی ها. به خاطر فکر کنید همتون لطفاً. بعد خانم شما زیاد زندگی رو سخت نمیگیرید نه؟ چون شیرازی هستید. من برنامه رو هم سخت نمیگیرم. من حالا قبل از اینکه بیایم اینجا گفتم بهشون که یه مقداری میخوام درد و دل بکنم امشب روی آنتن، چون با هم برنامه اجرا میکنیم. مثلا من قبل از برنامه میام متنمو میخونم، همه اینا آماده، حتی بالاخره نقش‌ها و کاراکترها رو مشخص میکنم. خانم توسلیان تشریف میارن و مثلا من خیلی عین اسفند رو آتیشم که الان باید چیکار بکنیم. خب بالاخره خود برنامه بداهه پردازیشون خوبه دیگه. بداهه پردازی واقعا آدم اولش، خب سالای اول کارش خوب آدم تمرین میکنه، چک میکنه، ولی دیگه یواش یواش دستش میاد. روزای اول آقای وصال میگفتن بیا با هم بخونیم، گفتم باشه. بعد دیدم از اول تا آخر رو میخواد بخونه، گفتم بابا ولش کن. چه کاریه من یه چیزی بگم، حالا ما میریم تو استودیو خودمون بلدیم یه چی بگیم. از اون جایی که مجری ها خوش صحبتن و اگر که من چی نگم همینطور ادامه پیدا میکنه. ما یه صندوقچه داریم که چند تا برگ داخلشه از 3 رنگ خوشگل. هر کدومو که دوست دارید برمی‌دارید هر رنگی رو و یک قول از جانب خودتون به خودتون و کشورتون میدید، داخلش می‌نویسید. زیادم زمان نداریم و بعد قولتون رو برای ما میخونید. ولی الان تو کیفه ببر. گفتم سهیل، چه سهیل خالی. خب ما زمان نداریم میخوام برسیم همه قولا رو بخونیم. خانم بفرمایید بعدم که خوندید تشریف بیارید و قولتون رو داخل این صندوق بندازید لطفاً. من نوشتم مخاطب را دوست دارم، پس سعی میکنم پیام آور حرفه‌ای باشم. چقدر عالی، چقدر عالی. تشریف بیارید خانم. بعد از اینکه هر عزیز برگشت انداخت یه تشریف بکنیم خواهش میکنم. چرا؟ قبل شادانو بکن. آقای وصال